سلام بچه ها، چطورید؟ من اومدم با یه ویدیوی دیگه. امیدوارم به زودی یاد بگیرم چجوری ویدیوها رو آپلود کنم، ویدیوهای طولانی که توی یوتیوب کادر مشکی نیاد توی فیلم. وقتی شماها دارین فیلم رو نگاه میکنید، وقتی تو گالری خودم کادر مشکی نمیاد، ولی وقتی آپلودش میکنم دورش پر کادر مشکی میشه و اون ویدیویی که من درست کردم این همه میشه و خب طبیعتا ویو کمی میگیره دیگه. بله، به خاطر همین تازگی به این نتیجه رسیدم اگه فیلم رو ضبط کنم و توی برنامه‌های درست کردن فیلم ادیتش نکنم، همونجوری آپلودش کنم، فقط تو برنامه خود آیفون ادیتش کنم، این اتفاق نمیافته. به خاطر همین سعی میکنم ناخونایی که درست میکنم و دونه دونه براتون به صورت شورت بذارم، بعدش بیام براتون تعریف کنم که مثلا این هفته‌ای که اومد فلان ناخون رو درست کردم، فلان کارو کردم، فلان خرید کردم، چه جوریه، تا ببینیم بعدا یاد میگیرم یا نه. اگه نظری داشتید ممنون میشم، بلد بودید ممنون میشم کمکم کنید. خب من ساعت 4:30 مشتری داشتم. مشتری گفت یه 10 دقیقه دیر میاد، به خاطر همین من گفتم بیام باهاتون یه صحبتی داشته باشم. این لاکو من تازه خریدم. کجا بگیرم خیلی جلوه بده، خودش رو نشون بده که نشون نمیده. خیلی خوشگله، خیلی دیسکو ژل صورتی. من دیسکو ژل صورتی بزنم رو پالت. یه دونه اینو خریدم، یه دونه هم یه چند وقت پیش یه دونه آیس خریدم، آیس پوست پیازی، چون تابستون و بهار داره میرسه و مشتری این رنگایی که خیلی نود و ملیحن زیاد میشه. مثلا خانم معلماتی که تو تابستون میتونن لاک بزنن و خب چون سنشون زیاده دوست ندارن لاکای خیلی چیز بزنن، یه چیزای ملایمی میخوان. این لاک خیلی براشون خوبه. این رنگیه، یه ذره باید پررنگ ترش کنم. خیلی ملایمه و حالت دیسکو داره دیگه، برقیه. چند دیروز من یه مشتری داشتم، از اونجایی که نمیدونم در جریانی یا نه، تو ویدیوهای قبلی من گفته بودم که من تا حالا مشتری عروس نداشتم. یکی از دوستام که عروسیش بود واسه یه شهر دیگه بود، توی شهر خودشون ناخوناشو کاش کرده بود، اون هیچی. یکی از دوستام هم عروسیش بود تو شهر خودمون بود، ولی من هر چقدر منتظر موندم، ببین الان بهتر شد، من هر چقدر منتظر موندم از من وقت بگیره بیاد ناخونشو درست کنه. بعد من اینجوری با خودم فکر می‌کردم که خب من ناخونه اینو درست می‌کنم، بعد میگم مثلا این شیرینی عروسی تو اینا اصلا پول نمیگیرم ازش. بعد هر چقدر منتظر موندم اون نیومد. آره، و من نرفتم عروسیش. میدونی عقده‌ای هم همینه که هست. آره، اونم عروسی من نیومده بود البته ها، ولی خب هم این بهونه شدم که عروسی من نیومده بود، منم نرفتم. بعد موند عروسی پسر خالم که حتی خواهر عروسم اومد، من ناخونشو درست کردم، بعد خود عروس نیومد. تو ویدیوهای قبلی گفتم چند وقت پیش عروسی پسرعموم بود، جمعه که امروز مثلا یک شنبه است، جمعه عروسی، پنجشنبه عروسی پسرعموم بود. خب اونم توی یه شهر دیگه بودن، خب گفتیم حالا اونم نمیاد اینا. خب من تا حالا مثلا مشتری عروس نداشتم. بعد دیروز یه مشتری اومد ژلیش میخواست، من حالا فیلم اون رو براتون بذارم. ژلیش زدم براش، بیس دوغی زدم براش، فرنچ سفید زدم و این ناخونش رو طراحی کردم، طراحی اسلیمی، یه کوچولو هم شاین نقره‌ای، قشنگ عروس داشت، قشنگ عروس. بعد اونو پست کردم، استوری کردم، بعد نوشتم عروس خوشگلمون. دیگه از اینا دیگه از این هر کی لاکای ملایم و سفید و دوغی و فرنچ زد میخوام بنویسم عروس گوگلی. کی بگیره داداش؟ لایک. آره این لاکو زدم، این یکی هم نشونتون بدم بعد دیگه برم دیگه مزاحمتون نشم. اینه
من کلا یه مغازه پیدا کردم این مارک میفروشه، بعد امتحان کردم مارک ژیکو، امتحان کردم دیدم خب خوبه دیگه، داشت چی میخوای مگه تو، بعد دیگه همینو استفاده میکنم، راضیم هستم، خیلی هم خوبه. حالا بالاتای رنگم تموم شده، حالا تیرگیشونو باید بکنم رو اون بزنم که حالا خیلی طول میکشه، بذار همینجا نشونتون بدم. اینم دوباره یه رنگ ملایم، این آیسه داداش، آیس خیلی خوشگله، خیلی این سایه روشنی. رفتم وسایلم هم نونوار کردم، کلا انرژی گرفتم از وقتی حقوق شوهرم رو ریختم، منم انرژی گرفتم. آره خب عزیزای من، دوستتون دارم، با من همراه باشید. بوس بوس.